زندگیم با تنهایی گذشت و می‌گذرد همه عمرم با تنهایی اومد نشته دریجه بودیم ما هم دور کفته گشتنه خیلی انتظار شدی بکنم سوزی جان کارو خوب همه طرفتیم کارو برو خوب همه تنش کارو خوب یکی گشتونه مونده شدیم نکی فقط فریب میکنم زمستان میشه میگوی تایستان میشه میگوی زمستان اوخه من هم بچه فریب گرده مونند من فریب نمیکنم تمام این هفته کو توی قرار کده انشالله که توی بشه عزیزم دیگه زیقنش هم توی خمون برپا بشه همه حافظا اشنو من میان خدمت میکنن حافظا همه چی را یافتم و یک چی پرابلم شده جون چی؟ پاور پرابلم شده پاور نیافت کشتم در تاجیکستان پاور کمه پاور یافتن در کل که این حال همه در همین زود پاور های یا پاور یافتن در کل که در همین پلاژنی بس حوزی آش کده بتونم ای دکتر چیکار کردی؟ گروخ وای درد پیسه من بسیار تمورو با کوم نیست وای با مردن نزدیکی دکتر خسته دکتر وای چی اینا بی دکتر یا بار بین التماس بین آوارد کنه بین اوهی اینا اونا مردای کو؟ مرده ما زنده ایم کو؟ نمیشه خوره؟ همین دکتر ها که چنیده نمیفهمم سلام چی؟ اکا نوخالی داره؟ نه دخترک من اینجا دارم مرا نگاه کرده گفزن؟ نه آخه اوچم گفت که بچه های بگونه را نگاه نکن اوچت گفت که بچه های بگونه را نگاه نکن؟ اقام تزن انا دختر اقام تزن با یک تربیت امد امخی دخترک هایی که امخی شرمگینن به نهایت من پیسندن خانده تبزن ما سولاشید چندین سولاشید که من خیلی دختری شرمگین نکوم نیافتم انا نیافتم یک کان تبزم بدایده در همین تراتوری ما هم خیلی دخترکای شرمگین بدیانده تو سخن که دخترک چیز معقولته برای همین فعل همینجا چیز معقولته تو بگی من بپل تو دمیتم بگی چی در کلایته من نگاه کنم نگاه کن چیز معقولته حسابی من بپل یک کان شزنه اینم تری چطوری؟ اینم تری همو چند دونم یا پچکا کاستون بروک ریفولا رزین بگوخی اکه سومشن ما اکه مردکم بادا کدم کی بسون بگی برا خوش آمدی رحمت هی دوشنبه ما درنگی سه شنبه ما درنگی چهارشنبه مادام خولای شنبه و یک شنبه متشکم اونا مدل تو ده مدل اروسیش مخول شده که مدل توجیکیش رفتیم گبیتیم بیا نه دخترکو من پرگو که میکنم با انامی ریش این بگه ایما میشه انامی مالیش ایما کدومیش؟ ای تو میشه و انا ایش این نمی مدل پروسته مدل خرابه هست بالا شما هم رپره می بخشن Oh my god ای بگه با همه رپری مون کمپوت شکلت و میوگی میشه من نولونه
اگه هم سر شیر نخوردم معلومه هم سر شیر نخوردم معلومه اگه چی میکنی دشان بره تماشا درون تمام مسافه کم کم تماشا برام ایستو خیلی بهترین قشلاق رفتیم مسافت سلام بگین خیلی مالش بچه خب حسن جان مال بابا میگن مرد شما خونه بیو سلامت باش تجون دوست مراد جان شیر خریر عیادت نراری نه من شیر میخرم مسافت یاتی مرا سلام بگین معلش بچه تجون همین چیزا نفهمیدم همین شیر بخیری همین شیر فایده داره شیر بچو بخیری حافظی نقص میشه آواز سوز میشه حافظ میشه حسن جان اگر به شیر خوردن که حافظ میشیدن گوساله حافظ میشید السلام بیا ساز دختری خولا شما خوب نست خولم کجا رفت گفت مسئله رو میبرم ها بریم برامانم چه کنی؟ آخه هیچی گفتم دختری خولا میده بپرسم که خیلی که ما در روز شب بگرد یکم دوست داشته یکم کوالی رای داری یا نه اوه ایگا پناگین اولما مایده یا نه بشوخی نداری؟ نه حالی بگم همین خیل؟ ها ایگا پدیگه نگینه اولما مایده یا مایده ای؟ خند ازم خیلی شما رفتین دعوت خروجه اینقدر گشتین بچه ما عروس نداریم عروس؟ نه آخه ولی تو مایده ای ما مایده یا خیلی چی؟ بعد کی زن میگیرین؟ کی زن میگیرم؟ نمیدونی؟ نه آخه روزی توی تو ولی بکش چی دا؟ ما یک تا ایستوری کنم مردم بفهمه که ما ماشین در رفتستیم بسر یک تا ایستوری کنم مردم بفهمه که ما پرگوش کردستیم به بفروش کردمه به یک تا ایستوری کنم که مردم بفهمه که ما پرگوش نخوخی با میدن نوشدن بیا ندیدم انا بخوام چی خانا یا دستم اشتانی برم تلفن کنم ها؟ تلفن اینه تلفن چی دار کنه دوجا؟ تلفن تبدیل مردم بفهمه که تو داری تو علی دایی سمک اوه لبنگین آها با فکرم زدیم این رو چی ده پخته است السلام چی ده پخته است چی؟ نه من فکر کنم شما یکون چی سبایی میارین یک چیز حلال نپختی که بخیریم ده یک فکر کردم که چیزی میاری و همین زنک مردم باید همه وقت در سه چی تیار باشه همین سه چی گفتم میدونی چی رو میگم؟ یکم در پخت و پس مهمونا رو خوش اومده گفتن خوش رفته گفتن باید همه وقت تیار باشن انا دویم در لباس پوشی در بو در بو مقصد در یک آغوش گرفتن باید زنک همه وقت تیار باشه انا دویم که باشه انا سیم آها بعد سیم چی سیم؟ انا سیم وقتی که مردک ای کار آمد عصباش خراب کی باشه همین مردک که گپ زد زنک باید دهش محکم کردن ده همه وقت تیار باشه نمی هانسی خیلی هانسی سوزی تیجی کارو خوبه السلام ناز یانگا من سوزی یانگا جان تیجی کارو خوبه بچه کیه ناز بچه من واه تو هم که بچه دار شدی سوز دادر جان نازی سوزی خانج زن شیر بچه خانزن این کایوس پتری تی بچه کدیه یک خان تزن این راستی گپ در حیرت موندیم هانسی گپ نیست خان تبزن این مقصد کی نوشه چی موندی آخه نومی بچه را؟ نوشه یگید موندم چی؟ یگید؟ یک گپ نیست یگید یک خان تزن یگید اگر همین بچه طرف یانگا هم رفته باشه یا گپ بشه لیکن طرف خود رفته باشه بچه ها چون بخفگی
طرف خودت رفته باشه اشما اولاد یگید نه میبرویا آدم نومدی کرده همین هم محکم نمیشه روزی دراز دارم پیش من بشی همین هم محکم کردن نگره یه جو کارتی نیاخویه من بزاشتم خطر زندگی ای من خودم چی بود که من خودم چی هم خود نکنم من ندارمشون چی هم خود نکنم مکدم جان نه پرچکم نه پیوز نه بگم هیچی نیست توبه کردم خودم وقت دادم بابا میگفتن که همین زنگ گرفتی کپت دود میکنن راست میگفتن همون موسفید و همون گذشته و همه همسایه ها خورد دل جگر ما خود من 3 بار رفتم همون جای کاروخی 3 بار رفتم من گفتن که $1000 اویلی کد $1000 آمریکایی گفتن اویلی کد میتیم ما گفتن تو قد کوخی نمی 2 روز پس گفتن خبرشم میتیم این 2 روز هم گذشت همین این روزو فقط ممکن که اگه کسال به سر آدم روی میکنن اکتبا اگه راسته به سر آدم روی میکنن ها بچه ما هم نه چون نیستن به سر آدم روی میکنن حالا که میرم حتی میگم ای دوزوان کو ممکن ای خاصادی رو بمبرم هی نقدی زنش با اوگیش بسن چکسن السلام علیکم تو قد کوخی تو قد $1000 اویلی میتونه ای دوزوان السلام علیکم دارم نشون میدم کجا اکا هایدا گیرم این زن دیدی یک قانت داره در زبان شیرینی دو رو ساق همه وقت مرا خرسان نکنه گوش کن هایدا تاجی نگو بداغ زن اگه کسی باید 2 ساعت میمونده کامو رو بگی بیو نه حاجی بس یانگات بیو یا در پیش یانگات بگو کی بعد گوشش بفهمم کی مو چیکار میکنیم چه خیلی خوش نگویی نه بیا بده تا پیش یانگام بگو مادر در اون ساقه آره 2 ساعت شما رو بگیو بگو زنن برام بگم زنی ما بفهمم همینجا بگو بگو اکای دوزوان بگم همینجا بگو که یانگات بعد گوشش بفهمم اکای دوزوان زن دیمت گفت که پرودوکت ندارم بگوشم پرودوکت بیارم زنه؟ این جای کار خیلی بیا گفت مرا چی؟ دکتر لبن بیا سلام علیکم چی خدمت کنم برای همین دل برای اصاب اگه چی نداری هم دارم بچه شما این بیمار چی میشه؟ پاتپیس چیکار؟ پاتپیس چیکار؟ پاتپیس باشی خوشتو همین رو پرسمو ترنم میکنی این تلال کردیم با گرفتین رو بردیم رفیق بیمار خوزی در دقیقه شما تمام کرد بگیم بیمار رفیق بیمار دریجه شدید حاضر یک دقیقه ما یک امور وای سلام نمیکفنه انا رفیق بیمار حاضر من ای همین افتون نمود شما همین روی شما من دیده ایستادم که بیمار شما پنی باید بزبین حاضر من زنگ میزنم شما رو آماده میبرن نامتون چیه؟ نامه یوتیوب جون فامیلیاتون؟ وایبر نام فامیلیاتون پرگردن او چه استفاده؟ یوتیوب جون وایبر ایمویچه یوتیوب جون وایبر ایمویویچ ها؟ ایمویویچ خوب انا شما برای چی خیلی کسر شدید؟ از فکر علمی فکر همین سرا میگو میکفا من نفهمیدم برای چی شما فکر میکنید؟ برای چی فکر میکنم؟ چون که در کانالا پلاسماتو فراباده است ای دردی بخیر بدای اخی دردی بخیر بدای هیچ گپ نه پلاسماتو فراباده است چی خیر بخیر هیچ گپ نه شما کوشش کنید که فکر نکنید اعصابتون آرام شود هیچ گپ نه توصیه من همین که در اینجا میگم دارویی ندارم که برای شما را بتونم این شما را اعصابتون شما فقط فکر نکنید تمام رفیق دکتر او چی خیلی فکر نکنم که کانالم در توم نقلتیده است خیلی من یافتم داروی شما را چی در داروی ما؟ دوستان عزیز خواهی کمی بیماری ما شفا یابد مرحمت در کانال نصرالدین نوری بینو در مورد پاتپیس کنید و
تماشا کنید حجوی بهترین و بهترین زمانوی بحری شما تماشا کنید و حلاوت ببرید. چی گفتی استاد؟ اولا دستی دست گاخید خیلی ما که حاضر بیاییم چه کاری زنه؟ این چی مردک؟ چی؟ تو خیلی هر روز جلر میپوشیدی مردک دیروز روی بزهایی هر میپوشیدی؟ آخه نه همین درست کشید اگه بیدون بیام باش بدون ما این کمات اما ولایت تلفن کردن گفتن که ما حاضی خانت میاییم گفتم بای خالدار بای آهای بای خالدار بای آها لبای این میهمان آمدم بیا میهمان جان بیا ها این آمد سلامتی نکنید سلام علیکم خوبه اما طرفات خوب هستین بیا میهمان جان خوش آمدید بیا زنده باشید ما که اینم میهمان ولایت آمدیم گفتم انا بابای خالدار بای ما یک سپاریش خطی آمدیم روستیگر ها ما راستیگه فهمیدیم و میدونیم که شما در خانه‌تون یراق دارید. یا استغفرالله بگویی. یک کمان 2 میله دارید مرمت بیا امورا به دست یادم بسپارین و بگیریم بریم. ما یراق ندارم یه. بابای خالدار بای تو وقت همین کارگرا هر نوعیه و هر دیگه شهرها بودن نمیدونم. او ما بچه همین خطونم ما بچه هم دهه خطونم. و هر وقت تاریکم و تاریکی مویش بیبی کی سرسرک شکار میبروی کو. و هم کمان 2 میله تا بیار به دست قانونا رو خودت میدونی. قانونا برآمده که کسانی که یراق دارن آورده بسپرن. یه دراغ میگن یک کسی گفته دراغای من یراق ندارم. آخه من میدونم که هم سال 41 و 45 هم سال جنگ بود یک کمان 2 میله آوردگی بیا همو رو به دست داده بسپر ها ما رو مجبور نکنی که خانه تا بدونیم بکنیم با خالدار با دراغای آخه من گیتلر دادم تو کمان آورده بود آخه دراغای آخه ما میدونیم که دارین آخه شما آخه بیا گپ بسیار نکردی نه تمام با خالدار با بیا مجبورم نکنی که خانه تا بکنیم بیار بسپر بخیدیم بریم اکفای کار میگردیم هوا هم گرم شلوفیه بکاو آخه من ندارم یراق فرق بکاو آخه من هیچی ندارم آی خالدار بای من میدونم کمان دارم کمان تا بیا بگی ببرم یا کمادیر جان آخه تو مرا مجبور کردی که آخه من ندارم میگم مجبوری نه کام خانه تا میام امورا مجبور نکنی که حالا همه خانه تا میکنیم یا بکاو آخه اما انجام خانه سر هم گاز خانه سر قرآن که یه بکاو نخیر گپی خوبی نمیفهمم ما دریا پایه انگار تا بجا کردگیم 1000 بکاو که به غذای خودم دیگه هیچ کنم میواد پایه انگار مرغاویات نشناختم او بازیشون آوردم خواب بازی کنن همین مرغاوی هم خواب بازی کنن با امیدوار مخصم شون میگم که همین کدی همش دویدن اومدن سفید سیانده هم مرغاوی تو چه کردی کجا گشتی من امروز سیگار من کم ترک کار داشتم نه که دیدم تنجره قطعا مرغاوی رفتش اومدم گفتم ببینم تا بوجا من گرمت بوجا همه تینجا اخی بوجا همین چی دا سخت حیرانم بوا کن چی با اینا میخوان همین تاجیکستان همش تاجیکه ما تاجیک اینا یکی لهجه‌مون دیگه لهجه او هر خیلی گام بزنو خی لهجه گفتگانو خی میگه زبان تاجیکی بدون لهجه‌اش هجاست همین یه جای بعضی جاش میره حرفی انا داره بعضی جاش میره حرفی نمیچتریش نیست یه جای حرفی عرق خوش کرده راست میگه سطلاوی راست استلاوی راست سطلاوی میخونه کم خلاو من خیلی ما همین ادبی خوندگی اینا میگه قشلوق اگون جاش میرم کم زورو میویا تو دا چی نه من زمانی من روی گیدراولی کله باش تو من کله لب لاو خدی گام بزنم ما نه پرامای فیلم لب لاو خدی لب همین لهجه همین تاجیکا را نمیدونم همش میدونم خیلی که ما یه سوال میگم همین خیلی کلمه را میگم که با همون لهجه گپ بزن بگو خیلی نیوکم چیکار کرده ایستادی در کجایی اینجا بیا چیکار کرده ایستادی در کجایی اینجا بیا با زمانی کلوبیگی گپ زنم کنه بچه در کجایی چیکار رو برده اینجا بیا نه خیلی میشوا تا بکو اگون مثلا اینا ولایت سوخت ولایت سوخت در کجا ها شما چیکار بار ببند شما اینجا بیاتون آخیره ها سوخت میشه حالا مثلا این لولای دایره بخش اوسو بگیر اگر نورک و یوونو بگی کوک سادی در کجا اینجا بیا این یوونگی میشه تو ناز بوده اگر وای دنگره نه که جای دنگره خمون خیلی میشه در چی چه کسی جی بیا نه چوده‌ای
چوک سادی نه چوکدسی چوکدسی ایجابیو میخه بشه آدم اکو کم کم سانتودگی کردیم خیلی میکشد ما پراولشم بدون معقول شد انا طرفخونه راستی گفت نه شدگی طرفخونه ملیکه خسرو وزیر فساد معقول شد مادر جای زورا جای استراحت دیگه خیلی پارک دارم گشتیم پارک معقول شد بگیم چیدین یا پیامو فیلم نمیکنیم اینستاگرام را پرامو فیلم چی در کره کن پرامو فیلمی ایزومه کشه ما شما ایزومه کشه خیلی ها گواه پیچیک دوری اکو میترسی که مردم میفهمه که مرستی نه خیلی گپ نزن خیلی اگه نه پیامو تو همین چوجه چای ما یک میدونه که تو چوجه مایی چه خیلی که بو پرامو فیلم خطی بود یکم نرسو به جای داری نمیکنی نه پرامو فیلم اینستاگرام دا اینا پراموی فیلم اینا درون اینا سرازه و 1000 آدم درون دیدی خب نمیدونم سرازه 1000 آدم درون سلام برادران خوب هستید چنجه اوه خوی چوجای نو ما خینم قطعی چوجای نو میگم یا طرف خونه اومده ملیکه میگن نه اون شدگی ملیکه اوه نمیدونم گلازه تو بخری همینجا داری استراحت کیسین اینجا افسان کدوره افسان کدوره فرد که اگه چیز اخواست کدام میگوخی نه من بینم چی نویز؟ در کجا شای میگن؟ ای بچه همه اخورات چی در کرای بخی برادر رو همه اخورات نکنین اخم به اخورات چه افسان چی در کرای افسان که هست همیشه افسان که؟ نه میگه کتاکی میکنی میگه ای چی کتاکی دارون؟ کتاکی نکده ایچکا یا آب بیاره بعد سلات چیزر بیاره زکاس کدام میگه زکاس کدام چیزی مقبولت زکاس ششلیک بیاره اسارتی و اگه سپیدو دیگه که پرامو فی رفته است بخشش کم ترک باشید بچه‌ها گل انت گم شید بخشید بچه‌ها انا ندیدم بس من خیلی دیدم تمام زکاس کدی چیزی مقبول بله را پرسید استانینا امارا نپرسن پیامه فرکشن ای بایای بکشم خیلی اینا تمام افچانکا زنی مایه چوکا دایتا کنجیه دایجو زنک گشتیستین زنک بخشش یافتم تا بخیر ما این روز ایده کو زنم کیه ای میبخشه نشنو اویلا ما در روز یه دخی ای شما اویلا دارید دسمرو کتیبه ما ای خیلی کتیبه در کجا کار میکنی کتیبه اوخی من رئیسی هم خیلی شجاع اوخی در اینترنت گفتنی در اینترنت من ترا گفتم کو بیا پرامو افیر نکنه این هم اویلا ایده ما این پرامو افیر دیدن راستی نه آدرس رو گرفت اومد اینا بچه من که نصیب باشه تو یک زرانی مکه کلون جان اینا تو یک زرانی فهمیدی دخترم مکه نصیب باشه اما نویرای ما کوت نویرای ما هم کم خیلی کلاش کار نمیکنه گرانگ چاپای فهمیدی گرانگ چاپای کلاش 99 میگن چند میگن 89 میگن این با فکرم 59 شده دیگه که اینا آتش اینا خسرو دینامی اینا خسرو کلانن مایو فهمیدی دخترم که خیلی کم نگاه بین که فهمیدی که نصیحتش کن انا دختر جانو میدونی چی همین قلمو کدیم جو آدم نشی نمیشه آکو خود دیا بالو میکنی رام کدم ضروری شده رام کدم ضروری شده خیلی کم کلاش زدگی وره کار نمیکنه کلاش یا بچه خوب شو آکو آرزو دارم که بعد تویش یکی باشیم بچه خوب میشه گفتی ما شاید زن بتیم یکی زنه که میبینه نصیب باشه که پولی گرانگیش میره که کای دخترم کم نگاه بین که ها فهمیدی با همین احتمال دختر جونم جو خونمون بدرو خونمون بدرو خیلی نگاه شک کم راست بچهای ما کم نویرای ما بچهای نیم بچه ما کم کلاش کار نمیکنن گرانگ شو بدرو بالا خوش رو نگاه تاکید کشا حوالش بخیر حوالا ما که یعنی ما کردیم بیا رفتم عجمی
Saz amadi کنم saz amadi کلاوی saz amadi کنم بودم چقدر Buruk ma giri frak. Ya Burak da ya aynen ya bacak parçadan bu falan şarmanda katmayın mardım avuru mara rezade ya. Kontara aynen korkuk pers giriş may tabrama aynen korkuk kesin. خیلی بالا بوده ای در تقدیر من چی گپ شده چی بالا بوده چی کار کنم ازاری زنه چیکار میکنی؟ غم نکن مرایه ازاری زنه چیکار میکنی تو؟ من ازار ده کار دارم آورو مرا ازاری چیکار میکنی ازاری زنه گرفته؟ شما رو که کارتم کار نمیکنم برای چه؟ حالا عینی شکار شده گه ازار رو میگیرم در رزینش برای رگت که گره نیا aynen öyle تو رفتن نیست فوتبال خیلی دامگرش ما خیلی اوکی نه فوتبال اوکی تو کاری بو آم سیمون نیست ما مسئله باید میکنیم ها گپ خداش شناس شوهر من آسیف یازده جون چخیل یازده در خود تو چند خیانده نرزی سوزی این وقتش من حسیف به حرمت نکنم این کودکی حرمت نکنم من خیانکی اگه از این غم دو داشته برایم قپش شمادم که خدا را شکر که حسیف من صاحب شوهر شده این کودکیش آشنای ما جوره کنوش نگم حسیف این کودکیش این دگونش عروسون بود این دگونش عروسون بود چه خیلی دختر بنا این همین مسافر میگفتن که کس های میکنن آخی ما ترسیدیستم مردر بو مشاوشته های کنن این اوشته هستیستم بو چخیلی اوشته های کنن بابیو اینه مردر ما ترسیدیستم نه ترسید چی ترسی آخیه این مردر بو مشاوشته های کنن این کب که بلند کب نزد خواه این بون خورم مایده رفتن دیگه کس های میکرده ای بیدار که یک گوهر اینا کنه مردر هم همه ترسیم که خب خواه ایونه خوب بیدار میشم ما ترسیدیستم مردر بیدار بشه روزی بیدار میکنم با عید تیزای میکنه الانش کنه خدیر انوه اوچه جون اوچه جون آخی ما ایزا میکشیم ای بای همسایه میخنده ای دستش ما در طول دو محله گشته نمیشه همه جدا میگن که اوتاب اوچه میزنه ما ای دستش ما در همون راسیه 10 ساعت ایستادم همه همکارو همه غریبچو میگفتن که حال اوچه طرف ما ایزا میکشتم ما می 40000 اویل میگرفتم نه میخوردم نه میپشتم شما درای میکردن که زندگیمون سوز شوه اینا ما بازن نشدیم منو دودارم نه که ما زن نمیگیریم زن در کونس عقلان شما کتیم اوتامون سوز شما نخنده گپ زدید شو جون میگه همه کم روز میگه بشخه هر روز جنگ دلی مونو گرفته یا خو چیکار کنیم همین دلی اوتوم یا مهربوری کنه او خودت گرم چوی گرم بودن گیره ایسوسو همین خدیل شوی نرز میشه همش مایل اوچه جون التماس بچم گپوتون بود چی ای روزی که عرق میخرم میزنه تا انا میجم آوردگم بچه جون باید اوچه جون بخشیش باید عرق خرانه که مرده خود زنه باید خب کنه با بالوار عرق هم خرا چیکار کنه پدرای ماده چیکار میکنیم اوش اوچه جون التماس یا بو رفتی چهره گرم قطیق شده خنده مردک جون فلان فهمیدی دلش یا بول ان شاء الله ناز میشه یا بار دیگه به خاطر ما اوچه اینا اوتما نگاه کنید در بین بخشتگی یا بار به خاطر ما با خاطر ما واقعا یک بار دیگه زنی روی اوچه مالی دل شیوی اینا به خاطر هر دی شما من میرم فهمیده نه اینا من میرم به خاطر شما یا بالا کوچه جوانی را بالا اوچه جون با فکرم که بچم راست میگه حاضر میرم گپ شوهر ما میگیرم چی گپی بگه کو همه گپشا میگیرم بعد زندگیم زور میشوه راحت قدم میگردم السلام علیکم. ای
مردک جو کردی بیا بردار هی کلام در خواب همینجا هم اومدی چاپا کردیم چی میگی؟ نمون داری باقی کل کنم که استراحت کنیم ای مردک جان بشی زورم شدی چی میگی؟ هی مردک جان ما ای همه روز پس چی گپه بگو که گپی ترما میگیرم واش خیلی؟ اینا مثال عرق بیار بگو میارم سلات بیار بگو میارم اینا آش بیار بگو میارم وا زور کو هم چی گپه بگم گپی مرا میگیری؟ همه گپ تا میگیرم با همه کار راضیم خیلی کویا تای ستول بدرو اگه تای ستول؟ خودت گفتی که گپ تا میگیرم خیلی کویا تای ستول بدرو مایلی اینا مردک وا آه که هاو بگو کو هاو ای بلندتر هاو بگو هاو اترشه با تو طرف صاحبت میجا کی بوال کو پامازا شما اومدن شما رو دیدم خرسان نشیدم که خوش آمدید دوستای عزیزم همسایه‌های عزیزم نه همین پوستی ماهی و پوستی مرغ فایده داره آدم یکی باشه با میخوام سلام علیکم هانسی عزیز سوزش دیدی خوش آمدید کوی نوزده چیدی چی خیلی چیدی ما از خیشلوق هم خبرارش نیم آمده پیشتی نه شما سوال بشم خاک این بچه هم خیلی خبرگیری آمدی الان خیلی کانت زن این کوی نوزده چی خیلی در سوز چیدی خود میخایلو جون او کویتی ما کویتی 19 نبودن و ما انالیز گرفتم برو آمدم کویتی ما یا 12 بودن یا 13 برو هم قدر اساس شدم